چکی ماما بزغاله شما چند تایه؟ چرا ماما میخری البته؟ نه میگم انت میپرسم چند تایه؟ 18 تا ماما چرا؟ خاطر یک بزغاله شما برفته یک سرای رفته دریا بوده اینه؟ راست هم میگی کو بزغال کله سفید سرای بلدی ماما او عظیمه درش کمو بیانی در سرا زردیه کو بیا بردم سرای بیا بزغاله است که کسر ما چجوری با؟ چوب کن تنم میرم الان چوب کن دیگه İşte bozgala ki. Ne ala fahمیدمشکن. خدا من از کی بوده؟ خب چی میفهم تاثیرام آمده دیگه از مانه. نباید بیاد دیگه بگم من شما دیگه. الهی شوزه کشته بزغاله که اینو قراره که دیگه بخواد جمع میکنم. بخوای روش میکنم. چوب کن. من رو تو ala فهمیدم. نه دیگه برو چوب کن الان صاحب تو میان چوب کن از من چوب کن انا میسرایم حبیب انا میبینم تو بدید به میسر رفت بدید به میسر رفتم واکو بله این بزغاله رو سر شما رفت چی؟ بزغاله بزغاله؟ آه کو بزغاله؟ میسر از این رفت ما پنجره و سراخ بدید و برای برو الان شما بزغاله بیرو که بیاره بده چیه گپ چیه بزغاله بزغاله به داخل سراخ رفته داخل سرم چی ماه بزغاله؟ این آدم بیاد برای مگو که بزغاله داخل سراخ شما رفته بزغاله میاد که کمه رمی گوسفند داره آه خب بزغاله شما تاثیرام چه کار میکنه؟ تو لالا برسه که تاثیرا خو برو کی میگه؟ لالا هانمی آدم بدید که تاثیرا شما رفته چی دیدی چی دروغ میگی؟ نه چرا دروغ بگو نه پنجره سراخ دیدم برای شما میگو نه تو میگو بزغاله به داخل سراخ شما نه اینو خود برای بیاموده کو او باید کار خوب برو بزغاله بزغاله به سلام چه کار میکنه سلام سلام علیکم لالا خوبه بله چه کاره شما اینا کی همین لالا ما برار تو نیو برار منه این بزغاله لالا داخل سراخ شما رفته این بزغاله برای بگو بده چی بزغاله ما من چی میگم بزغاله بزغاله پینک هم سفیده داخل سراخ شما رفته خون پینک تو هم سفیده نگه تو بزغالی میگم بزغاله هم سراغ شفته میگم لالا نه بزغاله بده حالا نه دیگه سلام چی تو بگو با من بگو لالا بزغاله داخل سراخ شما رفته خب معذرتی من هر روز میرم هر روز از چرا میشتی؟ در وا میرم مثل داخل سراخ شما بیا سلام چی ما سلام بزغاله بده
تم در بکن من یک تلاشی بکن یالا کو برو بعد میکنی تو چه کاره که داشته بزنم تو مدار مر تلاشی میکنی تو چه کاره که سلام تلاشی میکنی نه ما تو اشتا تاثیر مر تلاشی میکنی کی لا برو هم هر دو شهر جگا تو حکومتی که تاثیر مر تلاشی میکنی میدان سراخ بکن که متعهد اوه دیگه پاس که خدا برا خب شما میگه سیالت نکنه بابا من میگم برو تو چه کاره که میای سلام تلاشی میکنی آنی ام سایمون بپرس اگازی بگو اصلا این دیگه اصلا می بپرسم بزغاله بکنی سر رفت انا به سر رفته دروغ بگی حالا بگی دیانا وا کدام سراخ خود دست بگه ساش مال بپالو دان سراخ وا کو میگو تو دیدی دان سراخ وا کو بابا دان سراخ وا کو برو زمین میگو سر کلاس تو کلونتار ساعت به گپ میشم دان سراخ وا کو یالا کو برو سعی کنم تا سراخ اگه نبود که من میرم خو شما چه کاره که سلام تلاشی میکنی میتونم تا گوش تو میزنم نه میتونم دان تو بزنم نه دندونات هم برزم تا میگم میتونم تا گوش تو میزنم که لیلا تو نوشته شه من تا در سرمو بزغاله برو بعد کار خبره میرم با وکیل مال برم بگو کی بزغاله اگه بیره کدوم بیا بسلا بزغاله نیه بزغاله کجا شده عباس هسته نه اگه باشه من پوست برار خور میکنم میگذارم من میرم انا برای وکیل مال میگم اختیار خود داره تو اندر خود کلی برو برو سراتو اینجا کجا میری بیا تو بیا نه نه ببر از کار خبره بیا کبره بیا بیا شوی دیده بیا بره بدون ما تا گوش تو برم سرا خبر دیگه تو اینجا نبینم ما میرم دان سر وکیل مال ما میرم شیطانی کده تو اگه در سرا ما دیدم تو سلات میکنی میفهمی میرم دان سر وکیل مال میرم اینجا بیام تو باش حالا باش خودش ما گپ بزن این رقم لا ها چیکار کنیم چی به درس رو کی مال میره ما نبردن چی بود تاکه بینیته ایخه درس رو من چی فایده کردی است یا نه بود تاکه بینیت کردم تو برو بکن تو گردن ما بند بشی پیش وکیل مال بیا پست ما تو میکنه بده انت زنگ مقبولی نیه زنگ تا که بری چیکار کنم من برو بگو بیا بگو ماما بیا بگو نه میبرم برای ما یا نمیدم وکیل مال نیه در سرا بیا بشی برو İşte hiç bozuk öyle. میگم هفته یک پرسانی میکنم صبر کن به سر ما بیتر خوشی و به سر صاحب خور بگو بیا کجا میری به سر ما توی ایمونی میفهمی که به سر ما بیتر خوشی بابا در سر خود یالا کو ایلا صاحب کمیا دیگه یالا کو بیا بیا ما میگم داخل این سرا قسم میخوری که میگه نرفته خیلی قسم خود اشته میامده خود ماما گو خود الا کو گدانیو ماما جو برارم خود گو تک ما اومدم تو با پس جو بعد آخه شما هر روز از اونجا تیم میشم تو رو میگسپادم یک گم نشد شما برارم تو از اون پرسان کو اگه خود نگفت که من خود ما اومدم هر چی مثل او خود اشته میآید چی دیگه سرانی غیر از سرا شما تو اشته خود تو را میری ما خود اشته را میرم ما گسپند که اشته را میرم نه دور از سر گسپند باشه من مثلا میگم تو اشته را میری گسپند هم میتونه رفت دیگه بار آخر شما باشه در سال ما وابیده بیا آمده گفته باشه یک پیاله چای بخورم خودی عباس دیگه بار آخر شما من هر روز از اونجا گسپندار تیر میکنه اگه دفعه یک بار دیگه گسپند جا دیگه اصلا تو چی که دیره بده اتاک چه در سال ما نزنی که جوونو یک بار دیگه گسپند ما گم شه و هر جا گم نشه دست میته یخن شما دو نفره مال دوز خور شناخته که دوز ما شما دو نفره دست را بوده خود میامده دوست پیار از اینه نه امی تا بزرگی تو مگه تو نه بکنم دوز نفتا کنه ببینی تو نه نفتا کنه تا گشته بزنم آقا بشی ما خدا براتونیه خب برو آرام برو بیا آمده گفته یک پیاله چای خود عباس میخورم برو پیاله چای مگه خودی تو بخوره بده خیلی عجبونی خوبه خیلی خوشی نه بیا دوز در سایکو تو جای